سلام و درود به پایان دوستان. امروز الحمدلله ما قرار داریم در شهر سنت پتربورگ. امروز پروردگار با ما نصیب گرداند. ما از هر یک شهری که میریم دوستان، مقصد فقط برای فایده جیب خودمان نیست. هر یک شهری که حرکت کرده ایستادیم، هم حرکت میکنیم تا جیکان جامعه خودمان کشاییم، حرکت میکنیم که یک فایده به خلق مسلمان، خصوصا خلق تاجیکی خودمان برسانیم. به هم خاطر دوستان حرکت کرده ایستادیم انشاءالله در تمام شهرها تاجیکان جامعه خودمان هم پهن کنیم، همین دیگه شاگردو را تیار کنیم که تا در بر خلق مسلمان خصوصا مردمی نیازمند باشند. به هم خاطر دوستان عزیز این هزار باشه انشاءالله. به نزدیکی ما کشاده میکنیم در شهر سنت پتربورگ. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.